سلام دوستان، امروز میخوایم در مورد ذرت صحبت بکنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. خواص درمانی ذرت دارای ارزش غذایی فراوانیه، ولی به علت نداشتن گلوتن یعنی ماده چسب گندم قابلیت تهیه نان رو نداره. بنابراین برای تهیه نان ذرت اون رو با سایر غلات مخلوط میکنن. ذرت طبیعتش سرد و خشکه. پماد ذرت خشک کننده زخم هاست. ذرت غذای خوبی برای پیشگیری سرطانه. استفاده مدام از ذرت از کرم خوردگی دندان جلوگیری میکنه. روغن ذرت کلسترول خون رو پایین میاره. روغن ذرت برای درمان اکزما و بیماری های پوستی مفیده. خواص درمانی کاکل ذرت رو قبل از رسیدن کامل میوه یعنی قبل از پژمرده شدن میچینن و به سرعت خشک میکنن. کاکل ذرت بعد از خشک شدن رنگ قهوه‌ای پیدا میکنه. برای تهیه دم کرده کاکل ذرت مقدار 30 گرم از اون رو در 1 لیتر آب جوش ریخته و به مدت 5 دقیقه دم میکنن. دم کرده کاکل ذرت ادرار آوره و آرام کننده دستگاه ادراریه. درد و ناراحتی های دستگاه ادراری رو تسکین میده. سنگ مثانه، التهاب، ورم مثانه و درد مثانه رو از بین میبره. کاکل ذرت به طور کلی دستگاه ادراری رو تمیز میکنه. به غیر از کاکل ذرت از برگ، ریشه و ساقه بلال نیز استفاده طبی به عمل میارن. جوشونده ساقه وسط بلال خونریزی از بینی رو بند میاره. برای دفع سنگ مثانه از جوشونده برگ‌های بلال استفاده میکنن. جوشونده ریشه ذرت برای سوزش مجاری ادراری مفیده. جوشونده وسط بلال درد شکم و معده رو از بین میبره. در قدیم برای معالجه سوزاک از جوشونده ساقه بلال استفاده میکردن. به اتمام من پس رسیدیم. اگر از این نوع سبک ویدیوها دوست دارید حتما کار ما سابسکرایب بکنید و که زنگوله رو بزنید تا ویدیوی بعدی رو بهتون اطلاع بده. ممنون میشه از ما حمایت بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.